نکنیم. دنیای امروز دنیایی نیست که ما فکر کنیم که خودمون قادر هستیم و حتی منطقی هست که خودمون متحمل ریسک باشیم و این غلطه. درست. ما حتی در هر سطح از زندگی هستیم، چه حالا این رو به این دلیل میگم که افراد در هر حال لایف استایلشون متفاوته، در هر طبقه‌ای که هستیم از لایف استایل، چه غنی چه ضعیف چه متوسط، عاقلانه است. چون شما وقتی که با یک مبلغی از $1 خورده‌ای که شروع میشه روزانه نرخ بیمه رو پرداخت میکنید، در مورد این کیس که شما فرمودید، حالا چه این مهاجره، چه ویزیتوره، چه توریسته، چه هر حالتی داره که حالا میتونه حالتهای مختلف هم باشه، این خودش رو پروتکت کرده و در واقع شرکت بیمه متعهد شده چون ریسک رو به جون خریده اون موقع. درست. و این خیلی مطلب مهمه. گاهی من به اشتباه میبینم که افراد فوری حساب میکنن که 100 روز اینجا میخوام باشن، 100 تا $1 چقدر میشه؟ $100. اوه $100 دارن پول بیمه میدن، اوه $200 دارن پول بیمه میدن. یادشون میره که دارن فقط یه ویزیت در بیمارستان اینجا عددش چقدر بالاست. میخوام جور دیگه عنوان کنم. یادشون میره که وقتی ما بیمه میگیریم نمیدونیم این اتفاق ممکنه لحظه دیگه انجام بشه. شما پول بیمه رو دادید ولی معلوم نیست این اتفاق روز آخر انجام میشه، روز اول انجام میشه. یک مقداری منطقی تر باید نگاه کنید و اینکه شما نمیتونید جسارتاً دروغ بگید. اینی که وقتی که ما داریم بیمه اختیار میکنیم بایستی این رو در نظر بگیریم. عاقلانه تر این راه اینه که اول اختیار بکنیم، چون اگه اختیار بکنیم، موقع اختیار بکنیم که اتفاقی افتاده، اگه از ما سوالی بکنن و ما خدای نکرده دروغ بگیم، خب اینجا غلطه. و درستش اینه که ما برای اینکه یک بیمه خوب داشته باشیم و برای اینکه بتونیم ریسکمون انتقال بدیم، چون تو این کشور درسته اسمش کاناداست و ما اعتقاد داریم و باور داریم که از نظر حقوق بشر در صدر هست، ولی این به این معنا نیست که هر کسی میاد اینجا فکر کنه این به عهده دولت کاناداست. یعنی مردم حتی کانادایی خوششون نمیاد که یکی یه عده مالیات بدن و یه عده استفاده بکنن بدون در واقع پوشش بیمه. علتش ببخشید میان شما، اصلا یکی از مواردی که توی دعوتنامه حتما باید قید بشه اینه که شما مهمانتون رو دعوت میکنید و تعهد میکنید هزینه‌های خوراکش رو، پوشاکش رو، مسکنش رو و بهداشتش رو، و این همونه. در واقع ما این تعهد رو کردیم که کسی رو که میاریم اگر اتفاقی براش افتاد هزینه‌اش رو بدیم، ولی گاهی این رو نمیدونیم. شخص رو دعوت میکنیم و باید اینو عرض کنم خدمتتون، البته جا داره اینو عرض کنم، حتی برای ماها که به عنوان کانادایی اینجا زندگی میکنیم بهداشت مجانی نیست. حالا نمیدونم این اشتباهیه که مردم فکر میکنن که در استان آنتاریو اوهیپ دارن بهداشتشون مجانیه. باور کنید مجانی نیست. یه سوال ازتون کنم همینجا، اصلا شخصی که وارد اینجا هم میشه از ابتداش خوبه که شروع بکنیم. مهاجری که به اینجا میرسه در استان اونتاریو وضعیتش از نظر بیمه چیه؟ این منظورتون اینه که علیرغمی که ایمیگرانت هست اون دیگه بله مهاجر نیست و ایمیگرانت و اومده بمونه، ولی هنوز اوهیپش نریافت نکرده. 100% در وقتی که میرسه به اینجا در استان‌های مختلف نام‌های مختلف داره. در آنتاریو هلث اینشورنس پلان 3 ماه انتظار هست و در این 3 ماه هیچ گونه پوششی نداره و بعد از این 3 ماه دریافت کننده است. ولی نکته مهم اینه که ما بدونیم که بیمه بهداشت اجتماعی در استان آنتاریو که اوهیپ مجانی دست من و شما نمیرسه، از محل مالیات من و شما و دیگران هست. دقیقاً گاورمنت گفته 46% این مالیات داره صرف این میشه. این به این معناست که قرار نیست همیشه این باشه، امکان داره هر لحظه این تغییر بکنه و همین الان میبینیم علیرغم اینکه این مالیات داره پرداخت میشه، روز به روز پوشش این بیمه داره کمتر میشه. سولوشن چیه؟ راه و چاه چیه؟ راه و چاه اینه که ما بیمه تکمیلی بگیریم.
به خصوص این توصیه شما برای 3 ماه اوله، چون من سوالم اینه که تو این 3 ماه اولی که میرسه، چون اوهیپ فکر میکنم نداره کارت اوهیپ و میخوام این رو برای بینندگان ما توضیح بدید. پس در واقع ما راجع به افرادی صحبت میکنیم که ایمیگرانت هستن میان اینجا و حالا 3 ماه پوشش بیمه باید بگیرن. بله، باید چنین بیمه ای رو بگیرن. این بیمه پوشش دهنده زمانی هستش که تا اوهیپشون صادر میشه. درسته. و در طول این مدت توصیه ما اینه که حتما بیمه داشته باشن برای اینکه فکر نکنن که تو این 3 ماه اگر بیمارستان رفتن یا نیاز به دارو داشتن همه اینها پوشش داده خواهد شد. پوشش داده نمیشه، باید حتما بیمه داشته باشن، چون نمیتونن فکر بکنن که حالا این چیز کوچیک بزرگ دولت یه سهمیشو انجام میده. بعضیا فکر میکنن اگر در هر حال میان اینجا چون ایمیگرانت هستن و باز همون داستان حقوق بشر هست و اینا، نه، چنین چیزی وجود نداره و این پول رو نهایتا از شما خواهند گرفت. حتی شده در واقع روی هیستوری شما بیاد، این میاد و هیچ شوخی هم با کسی ندارن در واقع در اینجا. بسیار خوب، اگر موافق باشید همین سوال رو هم من از آقای کاظمی کردم رو هم ببینیم و بعد برگردیم و دنبال کنیم. حتما. اگر کسی به استان آنتاریو میاد، همونطور که بسیار درست فرمودید 3 ماه اول دست خودتون هست. اگر هر گونه مریضی چیزی یادم بشه باید آیا ما به کلاینتامون میگیم که همیشه قبل از اینکه میاید اون بیمه 3 ماه اولیه رو بگیرید؟ چون اگر هر چیزی در طول این 3 ماه اتفاق بیفته، دولت کانادا، یعنی شما باید خودتون از جیب خودتون بدید، هیچ وقت اون رو کاور نمیکنه. آیا ما خیلی چیزها رو مثل همین بیمه بهش میگن چیزایی که باعث میشه که آدم بتونه آماده باشه که جا بیفته، مثل رزومه درست کردن، مثل چجوری دنبال کار گشتن، مثل سین کارت گرفتن، مثل کارت بهداشت گرفتن، مثل گواهینامه رانندگی گرفتن. یکی از این چیزایی که بسیار مهم هست که ما به تمام موکلامون میگیم همین داشتن و گرفتن بیمه درمانی هست که در اون 3 ماه بتونه کنیم که 3 ماه گذشته دیگه من کارت اوهیپ دارم، خیالم راحته که دیگه میتونم دکتر برم، مشکلی ندارم. حالا بد نیست که عنوان کنیم چه خطراتی متوجه افراد و با توجه به اینکه هنوز نمیدونن، فکر میکنن که خب کارت اوهیپ هست دیگه مشکلی از نظر بیمه ندارن. بله، من باز جا داره عرض کنم در کانادا در استان‌های مختلف نام‌های مختلفه. در آنتاریو هلث اینشورنس پلان اوهیپ، ولی این فقط در حد بیمارستان و دکتره. بله. هزینه‌های بیمارستانی بالاست. درسته با کارت اوهیپمون در آنتاریو میتونیم ازش پوشش داشته باشیم، ولی خیلی هزینه‌های دیگه هم هنوز مونده که باید از جیبمون بدیم. دقیقاً هزینه‌های دارو هست و هزینه‌هایی رو که کلا میتونیم در قالب پارامدیکال بهش اشاره کنیم. اگر نیازی باشه به وسایل پزشکی باید اشاره کنیم. اینها مواردیه که افراد باید از جیبشون پرداخت بکنن. لذا تا دیر نشده، همینجوری که اول حرکتی که میکنه یک ایمیگرانت میاد برای 3 ماهش بیمه میگیره، حرکت بعدیش اینه که میباید سریع اقدام به بیمه تکمیلی بکنه. فکر نکنه که حتما منتظر باشه بره یه جای کار بکنه و بعد بیمه گروپ بگیره، چرا که اون بیمه گروپ هم تا زمانی که اونجا کار میکنه استفاده میکنه. پس عاقلانه است که بیمه ایندیویژوالی بگیره، تقاضا بکنه، به خاطر اینکه این میتونه آنچه که بیمه بهداشت اجتماعی استانش که در آنتاریو اوهیپ هست، اون در واقع نیازمند به بقیه پوشش ها هست و اون اوهیپ تا یه حدی پرداخت میکنه در آنتاریو، بتونه بقیهش رو از اون بیمه تکمیلیش پوششش رو بگیره. و واقعیتش اینه که در این مورد هم هزینه خیلی خیلی پایینی هست. همچنان ورژن های مختلفی هست، مدل های مختلفی هست. افراد بنا به توانشون، بنا به تعداد افرادی که در اون خانواده هستن، نوعای مختلفی میتونن متقاضی باشن. چرا ما فکر میکنیم اینو باید اول بگیره؟ علتش هم مشخصه، چون هنوز هیستوری نداره، هنوز میتونه کوالیفای باشه، واجد شرایط باشه، نشه که روزی اقدام بکنه که حالا دیگه این امکان براش نیست. به عبارت دیگه اگه بخوایم این رو باز کنیم به این شکل هست که اگر شما به یه دکتر مراجعه بکنید